یه ماهی که راه میره. بله، این ماهی گروه. اسم علمیش پریافتالمس. یکی از عجیب ترین ماهی های دنیاست. با بالاهای سینه‌اش مثل پا راه میره و حتی از موانع بالا میره. این بالاها نیمه تکاملی هستن. یه قدم به سمت خشکی. ماهی گرو میتونه از طریق پوست و دهانش نفس بکشه، به شرطی که مرطوب بمونه. تا چند روز بیرون از آب هم زنده میمونه. برای دفاع از قلمروش روی دمش میسته و حرکات نمایشی حریف رو عقب میزنه. یه جنگجوی گلی واقعی. اگه از این موجودات شگفت انگیز خوشت میاد، لایک و کامنت یادت نره و بگو کدوم ویژگیش بیشتر تو رو شگفت زده کرد.